بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان گرامی. بینندگان عزیز، شخص مسلمان میباید شخصیت خودش را از تعلیمات آفریدگارش، توصیه های قرآنی و اینچنین از هدایت های پیامبر صلی الله علیه وسلم مکمل سازد. ابتدا از فکر و اندیشه، سپس طرز لباس پوشیدن، طرز طعام خوردن، طرز مناسبت با والدین، مناسبت با فرزند، مناسبت با همسر، معامله با همسایه و با دیگران. عموما شخص مسلمان میباید خودش را در آن چارچوبه و قالبی که خداوند همچنین پیامبر معین کرده راست و درست نماید. نباید چنان پایه فکر و اندیشه و پایه ارزش ها و قناعت هایش سست باشد که از پشت هر کسی که او را صدا کند و دعوت کند برود. به عباره دیگر، شخص مسلمان میباید شخصیتش شخصیت قوی باشد، در افکار و اعتقاداتش، در ارزش‌هایش، در قناعت‌هایش پابرجا و استوار باشد و هر بار که هر چیزی را که ببیند و هر کسی او را صدا کند دنبال او نرود، چه آن کس از گذشتگان او باشند و چه از اطراف اهل جامعه. علامه اقبال نیز فیلسوف شرق یک بیت جالبی دارند در این مورد، یعنی در موضوع اینکه تقلید از دیگران، حتی آن دیگران گذشتگان انسان هم باشند، نه همیشه کار خوب است. یعنی انسان باید ببیند که آن چیز، آن کار، آن رفتار، آن عادت چگونه است، خوب است و یا بد است. آن کار و رفتار را در ترازوی دین گذارد و بسنجد، سپس پیروی کند. علامه میگوید چه خوش بودی اگر مردی نکوی، ز راه باستان آزاد رفتی. اگر تقلید بودی شیوه خوب، پیامبر همراه اجداد رفتی. اگر تقلید کاری از دیگران، از گذشتگان همیشه کاری خوب می بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه عبدالمطلب و هاشم و گذشتگانش می رفت. این چنین دوستان عزیز، تقلید از اهل جامعه و یا دقیق ترش تقلید از اکثر مردم پدیده است که در هر دور و زمان در هر جامعه ها دیده می شود، به چشم می رسد. یعنی هستند کسانی که معیار شناخت کار و عادت ها برای آنها اکثر مردم است. یعنی اگر اکثر مردم اون کاری را انجام دهند، خلاصه گیری میکنند که کاری خوب است، و اگر اکثر مردم که انجام ندهند به این نتیجه میرسند، خلاصه میبرارند که پس کاری نادرست است، که البته این معیار غلط است. نباید انسان اکثر مردم را معیار شناخت کاری خیر و کاری بد قرار دهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم، معلم بزرگوار بشریت، ما را از این عادت منع کردند. یعنی از این که ما اکثر جامعه را معیار قرار دهیم و دنبال آنها رویم. نه، باید انسان ارزش های خودش را داشته باشد، اعتقاد و اندیشه های خودش را داشته باشد، سرچشمه گرفته از قرآن، از حدیث، از تعلیمات صحیح دینش. یعنی اما اینکه اکثر مردم کجا میرن دنبال آن رود، انسان کاری مذموم است، کاری بد است. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام ترمذی روایت کردند فرمودند: لا تكونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شما امعه نباشید. کلمه امعه را عبدالله بن مسعود که از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کردند. ایشان را گفتند امعه چیست؟ یا ابا عبدالرحمن، امعه چی معنی دارد؟ گفتن شخصی که میگه انا مع الناس، این اهتدوا اهتدیت و این ضلوا ضللت. شخصی که دنبال هر کس میرود، میگه من با مردمم، مردم اگر در راه هدایت باشند منم راه هدایت پیشه میکنم، و اگر مردم به راه گمراهی روند منم همراه مردم میروم. نمیگن امعه، یعنی شخصی که اصلا ارزش های معینی ندارد، عقیده استواری ندارد. اگر ببیند اکثر مردم به راه صحیح و درست میروند دنبال آنها میرود، و اگر مبادا ببیند که مردم ترکی راه درست کردند و راهی بدی را پیشه کردند، میگوید خب مردم میکنند دیگه، منم دنبال آنها میروم و منم میکنم. یعنی شما این معنی باشید که میگویند اگر مردم کار نیک میکنند منم نکو کار میشوم، اگر مردم بد کار شوند منم با مردمم. چنین نباشید و چنین نگویید. ولکن وطنوا انفسکم، بلکه خود را پابرجا کنید، استوار سازید، شخصیت خود را تقویت بخشید که اگر مردم کار نیک کنند بله با مردم باشید، خوب است.
با جماعه مردم نکوکار شوید. اما اگر مردم همه بدکارم شوند شما بدکار نشوید. شما در عقیده خود، در ارزش خود، در آداب و اخلاق دینی خود پایبند بمانید. به این مضمون فضیل بن عیاض ملقب به عابد حرمین که از بزرگواران اسلام نیز سخن جالبی دارند. میگوید اتبع طریق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة فلا تغتر بكثرة الهالكين. این امام نامور میگوید تو در راه هدایت پایبند باش، استوار باش و هیچ زیانی ندارد که در این راه شخصانی کمی با تو هستند. اصلا طبیعت راه هدایت، راه استقامت همین است. و قلیل من عبادی الشکور و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. طبیعت این راه همین است. دائم بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا و طوبى للغرباء. همیشه احساس غربت میکند انسان در راه استقامت، در راه هدایت، چون که اکثر اهل جامعه پایبند این راه نیستند. طبیعت این راه، سنت الهی در خلقش چنین است. بنابراین امام میگوید تو پایبند راه هدایت باش و هیچ زیانی ندارد که در این راه شخصانی کمی هستند، همراهان تو کمند، هیچ زیان ندارد. و از راه ضلالت دور باش و مغرور نشو که در این راه کسانی بسیارند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستان عزیز این عادت را که انسان یک اعتقاد و یک اندیشه و یک اخلاق ثابت و استوار نداشته باشد و با هر کس که شیند مثل آنها شود، این از عادت منافقان گفتند. در حدیثی که آن را امام مسلم روایت میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مثل المنافق كالشاة الآعرة بین الغنمین تعیر الى هذه مره و الى هذه مره. مثال منافق مثال همان گوسفند حیرانی است که میان دو رمه قرار دارد، یکی خود را به این رمه می اندازد، یکی با رمه دیگر. بله، یعنی گفتن منافق شخصی است که چنین صفت دارد، چنین خصلت دارد، عقیده استواری ندارد، ارزش استواری ندارد، اخلاق ثابت ندارد، با هر کس که شیند مثل آنها می شود. بنابراین دوستان عزیز، آنگونه که در آغاز صحبت گفته گذاشتیم، شخص مسلمان می باید شخصیت خود را، عقیده و اندیشه خود را، آداب و رفتار خود را در قالب دین، در قالب قرآن باید که جا کند. و این دینه که با فضل خداوند تمام جنبه حیات انسان را، آدابش را معین کرده، احکامش را قانونگذاری کرده. به شکل کامل و پره خداوند این آیین زندگی را به بنده ها از فضل و رحمتش عطا کرده. می باید به این آیین خود را درست نماید. خداوند فرموده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دینم را برای شما مکمل ساختم، نعمتم را برای شما پره نمودم و اسلام را همچون دین و آیین برای شما راضی شدم تا پیروی آن باشید تا به سعادت دنیا و آخرت برسید.